با این روش که من دارم میگم میتونید وصل بشید به ماهواره. خیلی هم راحته. گوش کن، برو تو گوگل، این بالا سرچ کن تیوی دات گاردن. تمام، خیلی سریع وصل میشی به ماهواره. ببین اومد، درسته؟ الان هر جایی رو که خواستید انگشتتون رو بذارید اینجا، بچرخونید هر کجا رو که میخواید زنده براتون میگیره. من مثلا عراق، رفتیم روی عراق، میزنم روی این عراق که نوشته، میام اینجا، بعد کانال هایی که داره رو انتخاب میکنم. حالا بعضی هم میگیرن یا بعضی هم نمیگیرن، در هر صورت میاره. الان وصل شدید به ماهواره. امتحان کنید، ضرر نمی کنید. یا افغانستان، بریم افغانستان رو بگیریم ببینیم چی میگه.